سلام دوستان، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید به این ویدیو دیگه. دیکسر هسته. دروغ میگم، من کیارش گیمرم. دوستان ایشون دوست من هست. نه پسر داییشم پسر. حالا ولش کن. مردم کیه؟ اولاله. عذرخواهی میکنم ایشون. سلام علیکم. سلام علیکم السلام. ما امروز قرار بود پارکور بذاریم و متاسفانه آره همونی که این میگه. بیا که رفتیم که ایمیل بازد گذاشتم تو رو خدا بمیگن کاری نداشته باش. نمیخوام. من اومدم چوب بکنم. اومدم حمالی کنم. حمال تراس این تو عمرم نیده بودم. آخه همه کوچولو شوخی کردم. بازم بینیم از اینجا از اینجا میزنم تا ببینم. میام با کبر میزنم. تونستی بیا کجایی؟ نیم تگمو داری میبینی در قایق سواری میکنم. در قایق سلام او بیدارم غذا تغذیه میکنم. امی چه خبره؟ تغذیه غذا نشد. از این پودکو برداشته فرار. بزنمت. ببین یا با من ماشینی کنی فارد. ببین اگه نزنمت با من ماشینی کنی. یه لحظه کن. بیا چوب بخورش. من کلیدیم نیازی به چوب ندارم. اینجا دوستان ایشون یه خورده بر ندار. تو هم بزن یوزش کن. من از الان یا لاوا میارم این توش. چیه؟ غلط کرد. از غلط یوزش کن. ببین دستم کردی؟ مذاب دستم کردی؟ دستم ببین یکی رو برداشتم. نگاه مذابو میذاری سر جاشا. باشه چی برداشتی؟ همین مذابو دیگه. نه بیار ببینم بیار توس بیا. این از کجا اومد؟ داشت بر همه رو بذاری. آقا میخوام یوز میندازم. باید بذاری. باشه بیرون انداختن بعدن میری برشون داری. باشه میخوای غذا خورتو بهش بدی؟ یه لحظه چیز میکنید منو چیز میکنید. من میخوام اینا رو بندازم بیرون. چیزم بکن. سگو نکش. بکشی لف میدم. استخون منو بده سگه. هاپو استخون منو بده. یا چرت میکنی یا لف میدم. هیچ ویدیو نمیگیری که. من ویدیو میگیرم. این خورده کرم ریخت. تو کرواتو نریز. تو اوکی کن ننو تا من باش. بذار همه چی رو میذاری سر جاش. باشه فقط یه بذار سری باش. بذار بابا میخوام باید زن ببینم. میخوام استخونی که چی دو تا یه استخون نکلن داشتی. تو خود استخون بردار. نه به منم باید بدی داداش. بابا هر چقدر این سگه کشتیش؟ نه به خدا من نکش. داش استخونا رو بذار. من کلا همون یه دونه خودم رو استفاده کردم. هاپو ببین تو هم یه هاپو میری برمیداری روش آرمور میندازی. به من وایسا نزنش. وایسا زر جات مال منه. میای دنبالا مال توه؟ مال من شد. مال من شد امی. داش وایسش بیا ببینم چی داری. همون دست کردی که منو باز. داداش نگاه تو نامردیگر. باید وسایلی که برداشتی رو بذاری. داداش بذار. بابا من هیچی ندارم که باش بیا بیرون.
دست نزن آماده یویو آخرت اشتباه شد بیا دوستان من سر آخر لفت میرم به خدا. خوشحال داری نامردی میکنی. این سگ توه یا منه نمیدونم به خدا. تو چه امری بلش کنی؟ سگ منه اوکی. بات که وایستادم بالا سرتون. داداش قایقتو بذار بریم. باش آشتی منم پتکو میذارم کنار. بله با هر دوتامون داریم دیگه ولش کن. تو برداشتی؟ آره نزنه کی زد چرا زدی؟ من نزدم. منم نزدم. اینجا باش بوده. بیا لفت چیز بره. من با این میام فرار کند دست من. سگ دیوونه شده. تو یه هم زدی؟ بله نزن منو. محکم نزن منو این چشمایت رو. این سگ همه که چیز میکنه و یعنی من نمیخوام بزنم. زدیش تو اصلا چیکار جلیپر بزن بریم پیش به سوی ویلیج. من الهیشو برداشته بودم نه من دوستان ما ویدیو رو حساب میکنی ویلیج پیدا میکنی چون وقت ویدیو نگیره. خداحافظ. خب دوستان ما برگشتیم بله یه خورده توی چند تا ویدیو بد شد و ما دیگه نه بد نشد اصلا نگرفته 3 بار. اصلا ببین دوستان من قطع کردم ویدیوام بهتون گفتم میریم ویلیج پیدا میکنیم بعد اینم از ویلیج که آقا شایگان پیدا کرد و من از من تیپی کرد. بله تیپی یعنی همون تلپورت. کسایی که توضیحات بیشتر میخوان بیان لینک پایین رو برم براتون اقتصادی ده. What the hell پیزی منطقیه خب کارای توی دیگه. سلام همینجا ریسپان کنسرت کردم. تو مامان ای اشتیم چون آدم با جوابی ها بی تربیت هست با دیگلو میدن درش رو یه جوری با کن. احمد داره گن میزنه به ویلیج. نکن بابا اپل نون اومدم از ترفنده استفاده کنم. اچیومنت چی گرفتی؟ بله چی میگی تو؟ دوستانی که میذارن اچیومنت چیه پایین کامنت ها بنویسن. میدونم اچیومنت ولی چی میگی تو؟ یه لحظه شاتتو چک کن. بلکن نمیخواد که نگیف که ان یعنی خود انی تو ان کردم. بله ان ببخش دوستان این رو سانسور میشه خدا. آقا میام آقا روم رسپون بدم به خدا داشت من دنبال یه جای خوب برای زندگی ام. من رفتم خودم بسازم. الله اکبر پیش به سوی اون با اون جایی که میبینید چی در تنبال دوستان یه لحظه من تصویر خودم بیارم. خب دوستان مثل این که نشد بله دم آبا کنار دیگه رابطان اصلا گفتی؟ دماغش رفته تو صورتم. نه اصلا نفهمیدم چی گفتی بچه شما این فهمیده تو کامنت ها بنویسید. کامنت رو قربون کامنت بهتره کنه. بله دوستان این بایام ببینید من خیلی از اینجا خوشم میاد. نه خدایش نگاه کن تو آپدیت جدید اومده. دوستان لایک و فالو یادتون نره. من اول ویدیو یادم رفت گفتم من نمیدونم ولش. خب
همینقدر بس یه خونه نقلی میخوایم بسازیم. اگه چقدر دوستان حالا اینجا رو نگاه کن. دیگه که من باگم. حیف کنین فقط با این خیلی قشنگ رنگش از نظر من. نوب باش. نه 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 من دارم خونه میسازم. من داشتم براتون میسازم. نه ببین قراره که من چون قراره برم این من ندر میخوام برم. نه انج که یه چیز دیگه است. ندر دوستان ما ویدیو همینجا قطع میکنیم. 10 دقیقه شد. ما ویدیو همینجا قطع میکنیم برای ادامه. مثلا فردا صبح زنگ بزنیم یعنی سر بزنیم. خدافظ. حالا فردا نه یه روز دیگه کر ریخت. خدافظ. حالا هر چی میخوام خدافظ.